خدمت برادران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار عالم را شکر میگوییم و شکر گزاریم که برای من و شما این لحظات و این فرصتها را فراهم کرد. بحث امروزی ما ارتباط به یک معضله بزرگ در بین جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی و بین قریجات‌های اسلامی و مراکز اسلامی به وجود آمده است، ارتباط به سحر و جادو که امروز روز به روز انسان‌های شیاد و انسان‌های از خدا بی خبر و پیروان دجال در بین جامعه ظهور می کنند و خون امت اسلام را مکیده و آنها را به زانو در می آورند. بحث ما امروز ارتباط به شناخت سحر و جادو هست. برادران عزیز خوب متوجه باشند، خصوصا جوانان و علل خصوص خواهرانی که در نماز حضور دارند متوجه این مسئله باشند. قبل از این که ارتباط به سحر و پیشینه سحر و یا تاریخچه سحر بپردازیم، جای دارد که اشارات ارتباط به ارزش انسان و انسانیت داشته باشیم. خدای تبارک و تعالی از بین تمام مخلوقات خود من و شما را انتخاب کرد و اشرف مخلوقات ساخت و از بین این همه مخلوقات خداوند وقتی اشرف مخلوقات شدیم، یعنی انسان ما را قرار داد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان را به بهترین شکل و بهترین قیافه و بهترین صورت خلق کرده ایم. ما تاج عزت و کرامت و بزرگی را بر سر بنی آدم گذاشتیم و از اینها همه بگذریم. بزرگترین نعمت که باز من و شما امت بهترین پیامبر قرار داده شده ایم. وقتی قرآن می‌فرماید شما بهترین امت بیرون کرده شده اید، اینها همه نعمت‌های خداوندی است. حالا از جمع برادران سوال اینجاست که اگر در دوران جاهلیت انسانهای جاهلی بودن و کارهای جاهلانه می کردن، می گفتیم قرآنی نبود، پیامبری نبود، تمام ادیان و دین مسیحیت تحریف شده بود و از بین رفته بود. حالا بهترین کتاب و جاودانترین کتاب که قرآن هست در بین جامعه اسلامی و امت اسلامی هست. امت اسلامی چرا امروز فریب بخورد؟ بهترین کتاب و محبوبترین کتاب به دسترس مسلمان ها و بهترین مفسرین و محدثین و تفاسیر زیادی در بین امت اسلام، این امت چرا رو به طرف گمراهی برود؟ امروز در بین جامعه خود ما مشاهده می کنیم انسانهای ظهور کردن به نام دین
و تیشه دارن که بر ریشه دین میزنن و دین را مورد سوال قرار میدهند. بحث ما ارتباط به اینهاست. در هر گوشه و کنار نگاه میکنیم، جادوگرها و ساحرین و اینها موج میزند و تا حد الامکان در داخل شهر، در وسط خیابانها پتو را انداخته و فال و فال بینی کردن. امروز ما میخواهیم که این مسئله را باز کنیم که سحر از چی زمانی بود تا چی زمانی هست و چگونه آیا مؤثر واقع می شود یا نمی شود. خود سحر چی معنا؟ وقتی میگیم فلانی ساحر هست، وقتی بخش سحر و ساحران را میکوبیم باید سحر را بدانیم. سحر چی معنا؟ سحر در لغت به معنای پوشیدگی هست، یعنی آنچه که پوشیده باشد، معلوم نباشد، مشخص نباشد، این را میگیم سحر، که قاعده کلی است سحره بکذا، یا جای دیگر میگوید سحره عینه یا عینیه، چشمان فلانی را پوشید یا فلان چیز را از حالت اصلیش تغییر داد به حالت دیگر برای دیگران نشان داد. این را میگویند سحر. و در اصطلاح چیست؟ دکتر فوزان یکی از علما هست، در کتاب و رساله خود می نویسد که در اصطلاح عبارت از طلسم‌ها و دود و دم‌های است که افراد شیاد و دجال با شیاطین انجام میدهند. یعنی سحر چیزی است که نمی شود با عبادت آن را پیدا کرد، بلکه باید با معصیت. تا حتی بعضی کتب می نویسد کسی که ساحر می شود و سحر و جادو را یاد می گیرد، حد اقلش این است که تا 40 روز همان ریاضتهای شاقه خود را طی کرده و تا 40 روز تا حتی نباید روی خود را هم بشوید، تا 40 روز باید جنوب و جنس و به حالت ذلت و خاری سپری کند تا شیاطین و جنیات شیاطین باید به او تسخیر شوند. باید من و شما متوجه باشیم و بشناسیم که در شرایط کنونی آهسته آهسته میخواهد و میخواهند چنین انسانهای شیاد و دجال صفت در بین جامعه ظهور کنند. بحث خیلی بحث طولانی است. میگویند اگر آب دریا را اگر نتوان کشید، هم باید به اندازه چشید، به اندازه توانی که هست. حالا نمیتوانیم در این روز و یک روز به این لحظات محدود، به این نیم ساعت، به این 20 دقیقه تمام تاریخچه سحر و جادو را بیان بکنیم. فقط اینکه جوانان ما بیدار بشوند و متوجه باشند که از لحاظ دین مبین اسلام ساحر و جادوگر چی حکم دارد. خود سحر و جادو، ابن کثیر نقل از امام فخر رازی می نویسد که سحر و جادو در 8 قسم تقسیم می شود. سحر و جادو در 8 قسم تقسیم می شود. حالا 8 قسم سحر و جادو که خلاصه و انواع سحر و جادو را که امام فخر رازی بیان می کند، یک را خلاصه اش بیان می کنم. اول این که دروغ پردازانی که ستارگان و سیارای 7گانه را پرستش می کنند. گروهی از ساحرین هستند که ستاره را پرستش می کنند و می گویند آنچه تحول در دنیا ایجاد می کند ستاره ها هستند. آنهایی که ستاره پرستش می کنند. دوم از انواع ساحرین آنهایی که نفسها را به وهم می اندازند، برای انسانها استراب و وحشت پیش می کنند
این صنف دوم و انواع دوم از ساحرین هست. سوم، آنهایی که یاری خواستن از جنیات، تمام کمک خود را، تمام امکانات خود را، تمام خواهشهای خود را، تمام چم و فریب و حیله خود را و تمام دستورات خود را از جنیات میگیرند. چهارم، تخیلات چشمبندی برا می اندازن. گروه دیگری از ساحرین کار میکنن با تیزدستی خود برای دیگران چشمبندی. حالا در ظاهر چنین واقعیتی نیست. شاید شما بارها و بارها شنیده باشیم، چند وقت پیشتر کسی قصه میکرد، گفت ما در یکی از شهرها بودیم، یعنی تخمین در حدود 25-30 سال پیش قصه میکرد که ساحر بود، کسی را سر میزد، یعنی سرش را میبرید، در کنارش میگذاشت و بعد دعا میکرد، میگفت استاده شو، و بعد این انسان سربریده استاده میشد. حالا در ظاهر سرش را بریده، نه معنن. اگر ساحر دیگری در آنجا باشد میتواند سحرش را باطل کند و برای همه واضح و آشکارا بگرداند که این سحر است و جادو هست و چشم بندی است، نه دیگر چیزی. پنجم، کارهای شگفت انگیز در ترتیب آلات و ابزار. حالا خیلی کسان شاید میبینیم که در بین جامعه اینها هم جز سحر و ساحری هست. اگر بعضی دوستا دیده باشن کسی میآید شیشه را میشکند میخورد. حالا خوردن شیشه در اصل نیست، اما به چشم دیگران نشان میدهد، یا این که در آله و ابزار استاده هست کارد را به شکم میزند و از پشتش بیرون میشود، اما این تنها چشم انسانها را بسته کرده، اما در حقیقت چنین نیست. ششم، یاری جستن از خواص ادویه در غذاها و رنگها و سنگها. چیزی را بالاخره در فلان ادویه میخوانم